كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هو درس معلم الثاني. امروز درس ششم و امروز ما حرکتی کسره رو میگیریم. کسره یعنی ای. این درس ناو است، حرکتی کسره. چقدر که ما در درس های گذشته بودیم فتحه در بالای حرف نوشته می شود. الف مثلا در بالایش حرکتی فتحه هست یعنی آ، اما کسره در زیری یعنی در تگی حرف نوشته می شود. اینجا فتحه آ، ای الف فتحه آ، ذال کسره ذی، نون فتحه نه، اذینه می شود. اینجا نیز میخیل الف فتحه ا، میم کسره می، نون فتحه نه، امینه، ورثه، ازفه، شربه، لبسه، ولیه، تبعه، علمه، حمیده، عمله، ربحه، مثلی. لی کسره اینجا در آخری حرف اومده است، ساده است. مثلی، عدسی، لهبی، مسدی، ملکی، فلقی، قبلی، بصری، سمع، نسیه. اینجا یا با فتحه، نون فتحه نه، سین کسره سی، نسی، یا فتحه یا، نسیه. حسب، وسع، ضحك، فهم، ركب، فهي. این بود درس امروزه. از هر یک شما خواهش میکنیم این رو نوشته کنید تا که در خاطرتون بماند. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.